اسدالله ولیزاده، ژورنالیست و صاحبکار تاجیک، پدر صابر ولیف، یکی از رهبران سابق حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که سال 2020 به وطن برگشت، روز 2 ماه سال 2023 در یک مطلب در صحیفه‌اش در فیسبوک هر نوع ربط خود به پرونده ضد شریکان تجارتی پسرش را رد کرد و در عین زمان اظهار امید کرده است که دادگاه موی را از خمیر جدا می‌کند. اسدالله ولیزاده می‌نویسد: سوگند به خدا و به ایمان و وجدان و شأن و شرف انسانیم در مسئله محکمه دادگاهی شریکان پسرم ولیف صابر چنین اظهار می‌دارم: کسی را با نام سلیمبای که پدر ترسون بوده است نمی‌شناسم و هیچ گونه معامله‌ای نداشتم. یگان وقت و هیچ مقامات و نهاد در رابطه با این قضیه تفتیشاتی مرا دعوت نکردند و بیانات ندادم. در گذشته نیز هیچ معلومات به یگان نهاد نداشتم که چی میگوید و چی مینویسد. پروایی ندارم چون که این قضیه ساختکاری است. دیر یا زود حقیقت روی آب میبراید. عمر دروغ کوتاه است. این مطلب در پاسخ به یک گزارش مفصل در پایگاه اپوزیسیونی اصلاح است که در آن گفته می شود صابر ولیف بعد زندانی شدن حاجی ترسون مالک شرکت خوشنود که او را به کار گرفته بود، دارایی های این شرکت به مبلغ بیش از $1,000,000 از جمله سوپرمارکت فیض رسول را به فروش زده و پولش را تصرف کرده است. اصلاح نوشت هرچند صابر ولیف تنها بازپرسی شد ولی 4 کارمندش در حبسند. اسدالله ولیزاده گفته است واقعا پسرش در آزادی است ولی بررسی قضیه در محکمه ادامه دارد. هرچند از جزئیات قضیه آگاه نیستم ولی نقطه های آورده شده در صحیفه به نام اصلاح واهمه و مبالغه بوده. باوری ندارم که واقعیت چنین باشد. پدر صابر ولیف از همه خواست به هر گونه گزارش های ناسنجیده و غرضناک و شبهه‌ناک و شرح‌های نادرست به رفت مرافعه خلل نرسانند و فتنه ایجاد نکنند و دانسته و بیخبر و قصدن و مغرضانه به قضیه نمک نپاشند. ولیزاده افزوده شاید سوء تفاهم در رفت قضیه تفتیشاتی وجود داشت ولی امید دارم که اهل دادگاه از روی وجدان با صدق و وفایی که نزد قانون دارند موی را از خمیر جدا کرده قضاوت میکنند. انتظار دارم که حلنامه عادلانه خواهد بود. صابر ولیف قبلا تصدیق کرده بود که به ضد او و 4 همکارش بر اساس بیش از 10 ماده کودکس جنایتی از جمله ساختکاری، قلابی و افراطگرایی پرونده جنایتی گشودند و او حق ترک جای زیستش را ندارد. سال 2020 که ولیف در خارج کشور قرار داشت به ضد او با اتهام عضویت در سازمان ممنوع پرونده گشوده بودند ولی بعد بازگشت و عفو شدنش آن پرونده بسته شده بود. صابر ولیف در یک مصاحبه که رادیو آزادی روز 27 اپریل سال 2023 نشر کرد نقل کرده است که بعد برگشتن شرکتی را با نام دیوار جهان تأسیس داد که در آن 3 نفر کار میکردند. از ماه سپتامبر سال 2020 سر کرده من و خویشاوندان و همکارانمان را تعقیب نموده کارمندان داستانی کل با راه زوری غیر قانونی وارد دفتر کاری شده سندهای مالی و دیگر حجت‌ها را برده در نسبت به من و کارمندانم پرونده جنایی باز کردند. گفته صابر ولیف. به گفته ولیف از دفترش پول زیاد را هم بردند. او افزود که حالا میخواهد به قبول دادستان کل یوسف رحمان رود و از او درخواست دادخواهی کند. صابر ولیف گفت چند دفعه از روزهای قبول یوسف رحمان به اداره دادستانی رفت ولی کارمندان دادستانی کل او را به حضور یوسف رحمان راه ندادند. صابر ولیف نقل کرده است که 2 ماه پیش وقتی در یک طربخانه با نزدیکانش خوراک شام میخورد کارمندان مقامات در پیش همه به دستانش زولانه زده او را با خود بردند. من در درون ماشین از آنها پرسیدم که چه گپ است، چرا با من چنین رفتار میکنید؟ در جواب میگفتند که سفارش از بالاست، ما وظیفه خود را انجام میدهیم. تخمینا بعد 20 دقیقه مرا داخل ریاست مبارزه با کروپسیای دادستانی کل در آوردند و آنجا 5 نفر بفهماندن مرا قریب 1 ساعت نگاه داشتند. بعد شخصی آمد و خود را کارمند ریاست دادستانی سراج الدین زاده فیروز معرفی کرد. او سندی را به من برای شناسایی پیشنهاد کرد که در آن نسبت به من با ماده 307 تندگرایی، 179 تروریسم و باز بیش از 10 ماده های دیگر پرونده جنایتی موجود بوده است. از من خواستند که امضای خود را در پروتکل بازداشت گذارم، لیکن من از امضا گذاشتن دست کشیدم. بعد این او برآمد رفت. روز دیگر تقریبا ساعت 15:00 نزد من کارمندان دادستانی علی مردان گلچهره و مفتش وزارت کارهای داخلی خالف محمد صدیق آمده خواستند
پرسش گذرانند از سببی که خولوف از بردن تفتیش پرونده‌ای که با ماده 340 سال 2020 آغاز شده بود دور کرده شده بود. من خواستم که او در پرسش اشتراک نماید، در حالی که این همه هیچ اساسی ندارد و اینجا هدف نهان است. آنها تا پایان سوال و جواب که چندین ساعت ادامه کرد زبانه ها را از دست من نمی گرفتند و من پرسیدم که من انسان هستم و یک نفری که در کشور و بیرون از آن مرا خوب میشناسند چرا چنین مناسبت میکنید؟ آنها جوابشون یک چه بود؟ این سپارش از رهبریت دادستانی است. صابر ولیف گفت فعلا نسبت به 4 نفر از همراهانش از جمله دیرکتور شرکت نیکروز تبارف، حمایتچی او و اودیتور شرکت عیب اعلام کردند و مرافع آنها در دادگاه ادامه دارد. من سند و دلیل ها ویدیو متریال ها برای ثابت نمودن بیگناهی خود و همکارانم دارم، ولی دادستان کل و رهبر گروه تفتیشاتی قبول نمی کنند. حتی از من بیانات نگرفتند و ضد من پرونده باز کردند. صابر ولیف پسر اسدالله ولیف اساسگزار خبرگزاری بعداً برمخورده میزان و نامزد سابق به وکیل پارلمان در انتخابات سال 2000 می باشد. صابر ولیف در دوره زنده بودن عمرعلی قوتوف به گروه 24 پیوست و تا به مقام معاون رئیس این حرکت اپوزیسیونی رسید. سال 2015 با درخواست مقامات تاجیکستان در مالدو دستگیر شد و قریب 2 ماه را در حبس به سر برد. سال 2016 در پی یک اختلاف داخلی از مقام رهبری در گروه 24 کنار زده شد و به یک حرکت اپوزیسیونی تحت رهبری داداجان عطاولایف پیوست، ولی بعدا از حالتهای اپوزیسیونی دلسرد شده از این همه کنار رفت و سال 2020 به تاجیکستان برگشت و در چارچوب عفوی که حکومت به مخالفینش پیشنهاد کرده بود عفو شد. گفته می شد که صابر ولیف در مکتب رقم 53 در مرکز دوشنبه یک مدت با رستم امامعلی و شاروخ سعیدزاده در یک صنف تحصیل کرده است و بازگشت و عفو او با مساعدت همصنفان سابقش صورت گرفته است. اصلاح در گزارشش مورد تعقیب قرار گرفتن صابر ولیف را به اختلاف در داخل دایره های حاکم در تاجیکستان ربط داده سنگ از جانب دادستانی کل به پلیس رستم امامعلی و شاروخ سعیدزاده نامیده است. تا کجا واقعیت داشتن این فرضیه هنوز تحقیق می‌طلبد، ولی پدر صابر ولیف اسدالله ولیف نیز در صحبت با آزادی از آن گله کرده است که دایره های در حکومت نمیخواهند یکدیگر فهمی باشد. در دایره عفو به مخالفین پیشنهاد کرده حکومت 10 نفر از جمله برخی از شخصیت‌های در گذشته انگشت شمار اپوزیسیون به تاجیکستان برگشتند. آنهایی که برگشتند میگویند در کنار خویش و تبارشان آسوده و آزاد به سر میبرند، ولی ناظران امور مقام آنها را بیشتر به بندی آزاد تشبیه میکنند و میگویند که حرکت‌های آنها محدود و زیر نظارت قرار داشته مقامات از این عفوشدگان برای حمله‌های اطلاعاتی به ضد مخالفین و همین طور برای بیانات دادن به ضد همصفان سابق از یگان کشور استبداد شده اشان همچنان فراوان استفاده میبرند.